بله بینندگان عزیز، فوتبال دوستان و شیفتگان دنیای توپ سلام بر شما. میریم که داشته باشیم دیدار دو تیم قدرتمند گتوگرد در چارچوب بازی‌های جام ملت‌های دنیا. امروز ساحران و جادوگران فوتبال گرد هم اومدن تا یک بازی دیدنی رو به نمایش بگذارن. راه پوستان آرژانتینی، بله راه پوستان آرژانتینی، ستارگان بی همانند فوتبال، 11 مرد کوچک با سایه‌های بزرگ در گستره فوتبال. در جام‌های آینده از این مردان بسیار خواهید شنید. بله آرژانتین محبوب قلب‌ها، ببخشید سلطان قلب‌ها، یادآور بزرگ فوتبال مردان جامعه مدنی، مردی با نام دیگو آرماندو مارادونا نژاد، چهره ناپذیر خاطرات من. و ما در طرف دیگر میدان فکر می‌کنم لازم توضیح نیست که باباهای این بلژیکیان بیا نمیتونن در برابر بابا دیگو ما حرفی بزنن. یک پاس رو به جلو برای مسی که اگه واسه شما مسیه واسه من طلاییه، اون یه لاییه طلاییه. بله نگاه کنید چهره جدید این میدان، خون سباستین برون. اجازه بدید از سمت راستی سانتر زیبا و ضربه سر سافیولا که همون سافیولا خودمونه. بله و گل برای جندولا، گل برای حزب‌الله و گل برای آرژانتین. خرابتم کمانتم. بله در یک کلام بدون تو هرگز، با تو مثلا فکرشو نکن. آرژانتین don't cry for me آرژانتینا. بله و حالا شما دقایقی برید که داشته باشید همین الان گابریل اومد باتیستوتا با من تماس گرفته و کار فوری داره. من برمیگردم. الو منو تویی چی؟ دادگاه؟ قاضی آرژانتینی؟ باش نه تو بحث اکبر داشته. بله و آرژانتین کشکت رو بستاب. آرژانتین صحبت نکن، بیا پایین این صحبت ها، دستتو بده پایین. بله من همونطور که داشتم میگفتم حرف جدیدی در مورد آرژانتین ندارم، حرف قدیمی کشکتو بستاب. بله شیاطین سرخپوش بلژیک فرشتگان رویاهای منند و حالا آرژانتین منحوس به کلوب استکباری‌ها پیوسته و برادران بلژیکی من لبیک‌گویان آماده‌اند تا با عملیات استشهادی دروازه حریف رو به موشک دلتال ببندند. فوتبال بلژیک فوتبال نوینیه. نگاه کنید بلژیک‌ها گوشه میدان، کنار میدان، وسط میدان، همه جا هستن. نه فقط این میدان بلکه میدان قزوین، سراحی گمرک، زیر گذر لوتی صالح و همه جا، حتی در کنار قبر همکار مرحومم غلام قیام‌الدین. نگاه کنید بلژیکی‌ها هر موقع پا به تو دوشن صورت آرژانتینی‌ها جوش میزنه. بله چه خوب جوش میزنه. بله باریکلا. بله دوت بلژیک دوت بلژیک. خیلی متشکرم. بله از تشویق و هیجانات زودگذر فوتبال که بگذاریم باید بگم که بازی این دیدار حساس اگه واقعا داور باشه باید همینجا ها شد دستگیری 11 مرد آرژانتینی به علاوه نیمکت‌نشینان، سرمربی، هواداران، توپ جمع‌کن‌ها و تمام آرژانتینی‌ها رو به خصوص بچه‌های اکبر ما رو صادر کنه و همشون رو تحویل قاضی مرتضوی ملی پوش خوش اخلاق و خوش‌فکر ما بکنه. این حرف آخر من بود. حالا برمیگردیم به بازی، یعنی شما برگردید به بازی تا من همین الان سرمربی بلژیک با من در تماسی که میخواد وضعیت تیم رو به اطلاع من برسونه. الو ناصر تویی؟ نه حالا که چیکار کنیم دیگه؟ بلژیک رو بازی کنیم. نه بروکسل؟ همون؟ سنا؟ چیکار؟ نه یه نیمه اب نداره، دنیا مثل تو گرد برو. خب بینندگان عزیز شما اصلا برای چی دارید این بازی رو نگاه میکنید؟ این بازی که هر دو طرفش در طرف استکبار جهانی هست. این بازی کجا دیدن داره؟ دست بچه‌تون رو بگیرید برید نماز جمعه، یه توپ هم ببرید اونجا بعد از خطبه‌های اول نماز جمعه شوتی ضرب بازی کنید. همونطور که گفتم بلژیک تیمی نبود که لیاقت داشته باشه من براش گلومو پاره کنم. ما این بازی رو در وقت‌های اضافه و در استادیوم‌های شلوغ و پرهیاهوی بغداد و لبنان به نتیجه خواهیم رسید و کاپ رو به خونه میبریم. اما اگر امروز در میانه میدان کسی حرفی برای گفتن داشته باشه اون کسی نیست غیر از داور منصف به نام و کارکشته این میدان. همونطور که گفتم اجازه بدید من ببینم این داور کجایی هست. بله نروژی به رغم وجود این داور دورو در گرفتن خطاها و دادن کارت قرمز بازی ادامه داره. این داور خودش باید در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه بشه. اگه این داور پس من کیم؟ پروشور این بازی رو ببرن، همه توش تروریست از آب در اومدن. بله نگاه میکنید و شما برگردید به بازی، من هم برمیگردم به هیبت اصلی خودم. حالا که اینطور شد
فوتبال هم مثل شطرنج حرام است. امام رفت، حالا فقط ماشی تماشاشی نما موندن که اونها هم الان حل و فصلشون میکنن. بله الو 110